فعلا نوبت میرسد و خانم ساجیه. خانم ساجیه جان. میکروفونه رو چی کنم کدامش درست؟ خواهر و برادران، از اوایلی که کودتای 7 سال به وقوع پیوست، آرامش از سرزمین زیبای ما رخت بست و جغد سیاهی بدبختی بر فراز زندگی مردمان ما سایه شوم خود را پهن کرد. قشون سرخ شوروی از راه زمین و هوا بر سرزمین ما هجوم آوردند، برای 10 سال قریه‌جات و دهات را بمبارد کردند. در نتیجه 5 میلیون مهاجر و 1.5 میلیون شهید شد. اما ای وای که تاریخ باز تکرار می‌گردد. 7 سال قبل نیروهای ناتو در راز ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد و مردم افغانستان که به آینده تابناک و گسترش صلح و دموکراسی امیدوار گردیدند. اما چی امیدواری بی جایی، زیرا مردم مصیبت دیده و جنگ زده افغانستان فکر میکردند که کشورهای غربی در رأس آمریکا که به نام دموکراسی انجره پاره میکنند و به نام دموکراسی هیاهو و سر و صداهایی را برپا میدارند، در کشور ما هم دموکراسی را به ارمغان میآورند. اما نه، دیدیم که امریکا به خاطر 2 تاور خود و به نام محو تروریسم و القاعده با 34 کشور دیگر به مملکت ما سرازیر شدند و سر و صداهایی را بلند کردند که ما در جستجوی بن لادن و افراد وابسته بدان هستیم. اما امروز که 7 سال از آمدن قوای ائتلاف در رأس آمریکا به افغانستان می‌گذرد، علاوه از آن که بن لادن دستگیر نشد، حتی خبری هم از بن لادن نمیشنویم. اما برخلاف هر شب شاهد بمباردمان‌های دهات و قصبات افغانستان هستیم و هر روز از کشته شدن ده‌ها طفل، زن و مرد مظلوم بی‌دفاع و بیگناه ما هستیم که به اثر این بمباردمان‌های کورکورانه مردم ما خانه و کاشانه خود را از دست می‌دهند. اطفال یتیم بی سرپرست می‌شوند. زنان بیوه در سوق شوهران و جگرگوشه‌هایشان می‌نشینند. این که در اثر بمباردمان‌های قوای ناتو و آمریکا صدها نفر بیگناه به کام مرگ می‌رود، آیا حیات این مردم بی‌دفاع نزد سازمان‌های حقوق بشر و دیگر مراجع اهمیت ندارد؟ با وجودی که کشتار مردم مظلوم و بیگناه افغانستان را که احتیاج به یک لقمه نان دارد به شدت محکوم میکنیم، از قوای ائتلاف در رأس ایالات متحده آمریکا میخواهیم تا به بمباردمان کورکورانه خود به دهات و قصبات افغانستان خاتمه بدهند و برخلاف آیین و کلچر مردم افغانستان از تلاشی‌های خودسرانه و بی‌مسئولیت خانه‌های مردم شریف افغانستان را اجتناب ورزند و برای ریشه‌کن ساختن تروریسم لطفاً به پاکستان و ممالک عربی بروند. حملات و بمباردمان‌های بدون دلیل طالبان را در موقعیتی قرار داده است که طالب‌ها به دروازه‌های شهر کابل نزدیک شدند. در خاتمه این بی‌مسئولیتی‌های بدبینی عجیب را نسبت به نیروهای خارجی در میان مردم به وجود آورده و حکومت هم به حالت رسیده که عاجزی خود را در مقابل اعمال نیروهای خارجی عملاً ابراز می‌کند. با امید امنیت، آرامی و صلح هرچی زودتر که نصیب مردم عزیز و جنگ زده ما شود و هرچی زودتر فقر، جنگ، ناامنی، حمله های انتحاری، بمباردمان قوای ناتو و آمریکا از خاک ما نابود شود. زنده باد افغانستان، پاینده باد ملت افغانستان، مرده باد دشمنای افغانستان. تشکر.